سلام علیکم. اینجا قسمت 6 خلیج‌ترین. خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. بدون معطلی بریم سراغ اخبار. در کشور عزیزمون ایران یک اتفاق خیلی نو و جدید افتاده که واقعا حیرت برانگیزه. این اتفاق چیه؟ بذارید با یه سوال براتون مطرح کنم. ببینید شما 2 تا روز دارید. یک روز که آفتابیه و خب یه ذره سرده، خب بالاخره زمستونه، میشه یکم چشم پوشی کرد، و یک روزی که برف اومده، برف نشسته، جاده ها لغزنده است، همه جا سوز سگ سحرما میاد و همچنان هم برف داره میاد. شما کدوم رو تعطیل میکنید؟ روز آفتابی. جواب درست رو دادید. شنبه تهران آفتابی بود، یکم سرد که خب زمستونه بالاخره. یه دوستی هم داشتیم میگفت زمستونه، خدا سرد دمشه. سرد بوده، خب زمستونه اسمش روشه. تعطیل شد. یک شنبهش که برف اومد و سوز و جاده لغزنده و ترافیک یه چیزی انده و آزاردهنده و اینا، تعطیل نبود. شنبه تعطیل. ولی این اتفاق نوعیه. بگم پیش بیاد بازم نمیدونم. پیش نمیاد؟ نه. امکان داره هفته دیگه دوباره این اتفاق نو رو داشته باشیم. چند روز پیش مدیرعامل توانیر اومد گفت آقا ما خاموشی برنامه ریزی شده نداریم. چند روز گذشت و خاموشی برنامه ریزی نشده داشتیم. بعد وزارت نیرو بعد از این اتفاق اومد پیام داد که هموطن سلام، تقصیر ما نبوده، وزارت نفت به ما سوخت نداده و ربطی به ما نداره. بعد وزارت نفت فرداش اومد بیانیه داد که آقا چرا فرافکنی میکنی؟ ما بهت سوخت داده بودیم، خودت نتونستی کنترل کنی. بچه ها دعوا نکنید، یه لحظه آروم باشید. 2 ساعت خاموشیه، ما تحمل میکنیم. اصلا دعوا نمک دولته، ولی نه اینقدر دیگه علنی، وزارت به وزارت. ما مسائل خیلی مهمتری داریم تو دولت که شما بخواید دعوا کنید سرش. مثلا این که مأموریت رو ریالی بگیرید یا دلاری. خب این دعوا داره، این واقعا دعوا داره. یعنی آقا شما میگه فرقه، بالاخره من این هفته اگه ریالی بگیرم تا هفته بعد پولم چند پیمانه اومده پایین‌تر، اگه پیمانه ای البته بسنجم. ولی اگه دلاری بگیرم نه. این دعوا داره. ولی حالا اینکه 2 ساعت برق فلان منطقه قطع بوده، 6 ساعت اردبیل برق نشه، اصلا دعوا داره. اصلا خون کثیف خودتون رو به خاطر این چیزا آلوده نکن. دعوا نکنید، برای مسائل مهمتری بحث کنید. وزیر آموزش پرورش در یک اظهار نظری فرمودن که الان کشور در حال فشار است، یعنی فشار داره بهش میاد و طبیعی است که در این جنگ تلفاتی داشته باشیم. جنگ فرهنگی عین جنگ زمینی است. جمله بندی رو یه بار دقت کنید. کشور تحت فشار یا مثلا هم در حال فشار است، طبیعی است که در جنگ تلفات داشته باشیم. یعنی این بنده خدا یه لحظه مثلا سال 1403 بود، یه لحظه وسط صحبت ذهنش رفت به قول آقای منصور، یه بک‌گراندی خورد به سال 60. طبیعیه که در جنگ تلفاتی داشته باشیم. و گفت چطوری جمع کنیم؟ جنگ فرهنگی مثل جنگ زمینی است. الان تلفات جنگ شما چیه؟ شما اصلا نمی جنگید که. ببین اگه باز میگفتی تلفات جاده‌ای عین تلفات جنگی است، خب اوکی، هفته داره یه اتوبوس متاسفانه خنده نداره. ادامه نمیدم این بحثو. خنده نداره. رئیس اتحادیه طلا گفته که حباب سکه 2 برابر شد. من یه سوال دارم نسبت به الان یا الان. بعد اصلا یه نکته دیگه هم هست. ببینید حباب، نمیدونم تا حالا تو همون حباب درست کردیدم، حباب میترکه. من از زمانی که یادم میاد حبابه هست و یک گریزی هم بزنیم به خیلی سال پیش، یه آقایی رو گرفتن تحت عنوان سلطان سکه. 5 تومن اون زمان. الان سلطان نداره. ببین شیر که تو جنگل نباشه گرازه، چیه؟ یه چیزی میگه قورباغه ابو عطا میخونه. این سلطان رو شما کشتی، یعنی ببخشید اعدامش کردید به حق، احتمالاً به حق، و کشور بی سلطان، طلای بی سلطان همین میشه. الان 60 خورده، فردا 70 خورده، فردا 80 خورده. هشتگ سلطان را برگردن. مدیر سابق ناسا بعد از استعفا گفته
آمریکای ترامپ جای موندن نیست. من شما رو دعوت میکنم به ایران پزشکیان. اینجا هم جای موندن نیست حقیقتا، ولی خب بیا اینجا، چون با چیز هم آشنایی دیگه، احتمالا با فرهنگ ایرانی هم شما تو ناسا آشنایی. اصلا 2 نفر یکیشون ایرانیه تو ناسا، نمیدونستید؟ من اینو تو اینستاگرام تو این پست‌ها خوندم. ایران پیش از تولد آمریکا اهل مذاکره بوده و مونده که آمریکا به تمدن ایران برسه. به نظرتون این جمله از کیه؟ معاون راهبردی ریاست جمهوری، رئیس جمهور، سخنگوی دولت، وزیر امور خارجه؟ جواب درست وزیر کشاورزی. تو گزینه ها نبود میدونم، ولی جواب درست وزیر جهاد و کشاورزیه. شما ببینید زمانی که سیب زمینی سر به فلک کشیده و از موز گرونتر شده، وزیر کشاورزی دغدغه‌اش اینه که آمریکا مونده به تمدن ما برسه. من اینو میگم بهشون، آمریکایی‌های عزیز که این برنامه رو دنبال میکنید، همین الان گزینه ترنسلیت رو بزنید، شما مونده به تمدن ما برسید. دیگه آقای وزیر کشاورزی میتونه به مسائلی مثل سیب زمینی بپردازه. خبر بعدی این که سران 3 قوه در یک جلسه خیلی مهم که چند وقت یک بار برگزار میشه در مورد چی صحبت کرده باشن خوبه؟ واردات سیب زمینی. سران 3 قوه واردات سیب زمینی. نمیدونم یادتونه یا نه، یک زمانی یه قرارگاهی تشکیل شد، قرارگاه مرغ. یعنی یه قرارگاهی بود در مورد مرغ تصمیم میگرفت. کشور عجایب، قرارگاه مرغ، سران 3 قوه، واردات سیب زمینی. شما با این 3 تا کلمه یه جمله بسازید واقعا تست الکل باید ازتون بگیرید. ولی جلسه گذاشتن سران 3 قوه، ببین یعنی آقای اژه‌ای گفته ببین من این همه پرونده باز دارم، این همه بیقانونی توی این مملکت. آقای پزشکیان گفته دلار، طلا، بازار، بورس. آقای قالیباف گفته که واردات خودرو، فلان چیز، واردات سیب زمینی. رئیس قوه قضاییه گفتن که در مورد مسئولین 2 تابعیتی منتظر جواب استعلام هستیم. جواب استعلام بیاد اجرا میکنیم میدیم بیرون. آقای اژه‌ای عزیز، اول که استعلام نمیخواد، شما گوشی رو بردار زنگ بزن بپرس فلانی شما خودت خانواده‌ات 2 تابعیتی هستین؟ احتمالاً میگه نه. شما بگو یا علی. بعد یه سوال، مگه نباید استعلام ها رو قبل بگیرید؟ استعلام 2 تابعیتی، استعلام استعمال، استعلام های چیزای دیگه. اینا رو تست می‌ذاره دیر شده، یعنی گذاشتن. بعد شما میگه این دیره، خیلی داره انتقاد می‌کنه. این میزا می‌بینی؟ منم می‌بینم. والله درونم. والله اینطور نه. این میز رو در خودت داره می‌بینی. روزنامه عزیز و وزین هم میهن با عکس آقای همتی و فرزین تیتر زده که به خاطر یه مش دلار، یعنی شما به خاطر یک مش دلار میخوای وزیر مملکتتو استیضاح کنی، رئیس بانک مرکزی تو عوض کنی به خاطر یه مش دلار؟ آقا بیا من میدم. بعد چک کن با دلار الان خب قبلا چی داره؟ این زیر لینک دونیت، لطفا منو به دلار دونیت کن. تا از فضای روزنامه ها دور نشدیم، یک نگاهی داشته باشیم به روزنامه عزیز و وزین همشهری با تیتر دلار تسلیم شد. و شاید باورتون نشه، آقای بنجامین فرانکلین رو کشیده و دورش طناب بسته. دلار تسلیم شد، ریال پیروز شد دوستان. این چیزی هم که شما میبینید دروغ، تو فضای واقعی کشور میبینید اصلا نیست همچین. ریال در واقع پیروز شده. به قول یک بزرگی میگفت آمریکا اگه راست میگه بره دلار خودش کنترل کنه که هی میره بالا. و این جلوی بالا رفتنشو گرفتیم، ما اونا رو کنترل کردیم. یعنی ببینید ما اومدیم باز اونا رو درست کردیم، بنجامین فرانکلین رو بسیم و میخوایم جای ایشون رای پزشکیان رو بذاریم.
اگر از بیماری پوستی رنج میبرید و هزینه درمان ندارید، این قسمت برنامه برای شماست. صدا سیمای دوست داشتنی در یک برنامه دوست داشتنی که متاسفانه اسمش رو یادم نمیاد گفته که آلودگی هوا باعث میشه شما سرطان پوست نگیرید. من باید به شما بگم که تازگی‌ها مقالات دارن نشون میدن که آلودگی هوا پوست ما رو در برابر خطرناکترین نوع سرطان محافظت و مراقبت میکنن. قبلا دسته‌بندی آلودگی هوا اینطوری بود که میگفت هوا پاکه برای همه، هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، یعنی گروه‌های حساس نرن بیرون، هوا بده. الان یک چیزی باید بهش اضافه شه، ناسالم برای گروه‌های حساس، مناسب برای بیماران پوستی. این یک دسته‌بندی آلودگی هواست. پاک، متوسط، احتمالاً مدیوم یا ندارن، متوسط دارن. ناسالم برای گروه‌های حساس، مناسب بیماران پوستی. چون صدا سیما گفته که آقا خبری که الان میخوام براتون بگم مخصوص کسایی که آیکیوشون از 100 بالاتره و چون خیلی سخته من از روش میخونم. رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار گفته که صادرات پسته توسط خودروسازان آجیل و خشکبار رو 20% گرون کرد. تنها حالتی که من میتونم لحاظ کنم صادرات آجیل و خشکبار ربطی به خودروسازان باشه اینه که پسته رو مثلا تو پراید وانت صادر کنن و یعنی واقعا هیچ ارتباطی بین صنف آجیل و خشکبار و خودروسازان نیست. آقا یعنی واقعا اتحادیه آجیل و خشکبار یه صادرات خودت نمیتونی انجام بدی؟ حتما با مزاحم عزیزان خودروساز بشید. آقا یه سلطان بذارید بالا سر پسته بتونه صادر کنه. وزیر جهاد و کشاورزی گفتن که گرانی برنج ساختگی بود. ببینید شما الان شاید بگید آقا این مسخره است نمیشه من واقعا خدا رو شکر میکنم ما یه پله پیشرفت داشتیم دیگه نمیام بگم فتوشاپه، ساختگی بود. خدا رو شکر. حالا درسته ما تو همین ساختگی چند 10,000 تومان گرونتر میخریدیم ولی اشکال نداره، ما بخیل که نیستیم، جیب ما دولت که نداره. از جیب ما بره به جیب دولت، ما اینه که یه چیزی یاد بگیریم دوره هم. دیگه نمیگیم فتوشاپ بود، میگیم ساختگی بود. حالا مردم دارن اصلا مهم نیست، مردم دارن حس میکنن. آقا ساختگی بود. ساختگی بود. آقای رحیمی معاونت وزارت ورزش در مورد افزایش خودکشی در نوجوانان گفتند که موضوع خودکشی در تمام دنیا وجود داره و از نظر روانپزشکی اعتقاد داریم هر کسی که به مرحله خودکشی میرسد بالاخره مشکل جدی داشته. تلاش هم کردن احتمالاً به این نتیجه. من باید واقعا ایستاده دست بزنم. آقا خیلی واقعا زحمت کشیدید. من تا الان که ساعت 9:30 شب باشه فکر میکردم عزیزانی که این کار رو انجام میدن بی دلیله. یعنی مثلا بذاریم شب یه کار نو انجام بدیم. مثلا یه تستمون نشه. مثلا یه قرص میده این قرصه رو بزنیم ببینیم چی میشه. من واقعا فکر میکردم الکی. شما فکر نمیکردی؟ همه فکر میکردیم الکی. ولی الان خدا رو شکر آقای رحیمی گفتن که نه الکی نیست، حتما یک مشکل اساسی روانی دارن این دوستان. البته روانیشو من گفتم و همینجا عذرخواهی میکنم از جامعه عزیز خودکشی کنندگان، من به شما نگفتم روانی، اشتباه بود. ولی آره بالاخره یک مشکل جدی در زندگیشون دارن که اصلا مهمم نیست، فقط مهم اینه که مشکل جدی دارن. تلاش کنید خودتون برطرف کنید. ما فقط تا همینجاش پوله بودجه وزارت تا همینجاست که تشخیص بده یک مشکل جدی داشتید. دیگه از اینجا بشو توی مؤسسات خصوصی. قسمت ششم برنامه رو با این خبر به پایان میرسونیم که سخنگوی دولت گفتن امیدواریم تلگرام و یوتیوب تا قبل از عید رفع فیلتر بشه. ما هم امیدواریم، شما هم امیدوارید. نمیدونم کاری از دست شما برمیاد یا از دست ما برمیاد. از دست ما بر نمیاد. اگه از دست شما برمیاد بر بیارید، اگه نه امیدوار باشید. ما هم امیدواریم، دوره هم امیدوار میمونیم تا قسمت 7 خلیشتین.